سلام دوستای عزیز. چرا ویدیوهای شما بیش از 100 بازدید، بیش از 25 بازدید در تیک تاک نمیگیرد در حالی که شما اکانتی پروفشنال هم دارید؟ شما سه تا اشتباه را انجام میدید. باعث میشه الگوریتم تیک تاک اکانت شما را برای همیشه بند کند و ویدیوهای شما هیچ وقت وایرال نشود. اولین اشتباه شما این است که دوستای عزیز ویدیوی دراز پست میکنید. باید که اولین ویدیو پست میکنید 5 ثانیه باشد، مثل این ویدیو. دومین اشتباه شما این است که ویدیو پست میکنید در وقت نامناسب. اوقات ویدیو پست کردن در تیک تاک بسیار مهم است. ساعت 10 صبح و همچنان 2 قبل از ظهر و همچنان 8 شب. سومین اشتباه از که دوستای عزیز، سومین اشتباه از همه اشتباهات بزرگتر و مهمتر است که شما انجام میتین و باعث میشه که الگوریتم تیک تاک اکانت شما را بند کند. کانال احمدی صایبه لایک کنید و همچنان سوالی چیزی دارید در کامنت بنویسید و همچنان سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فشار بدین تا با آسان ترین طریقه ویدیوهای بعدی ما به دست شما قرار بگیرد. سومین اشتباهی که مرگ آور در تیک تاک است که تیک تاک شما را برای همیشه نابود میکند. شما زمانی که اکانت پروفشنال می سازید و یا کسی برای شما می سازد، شما ویدیو که پست میکنید و در قسمت فالو میرید، فالو میکنید. برای شما اوجا پیشنهاد اکانت های میاد، شما اونها را فالو میکنید. زمانی که اونها را فالو کردین، الگوریتم تیک تاک بر شما فالوور میده. زمانی که بر شما فالوور داد، فالوورای فوق میده. اکثرت اونایی که فالوور را میده اکانتاشون بند است، اکانتاشون سوخته، جیمیلشون فراموش شده یا اکانت پروفشنال سر داده و کسایی است که اکانت تا جایی رسانده ایلا کرده و برای شما از این قسم فالوورا میده. زمانی که شما ویدیو پست میکنید، ویدیو شما میره 10 بازدید، 20 بازدید و فالوورای شما از 200 دانه و یا 300 دانه و یا 1000 دانه. زمانی که الگوریتم تیک تاک متوجه میشه که ویدیو شما 100 بازدید گرفته و فالوورای شما 1000 دانه است یا 10 بازدید گرفته فالوورای شما از 100 دانه، اکانت شما را برای همیشه بند میکند و ویدیوهای شما هیچ وقت وایرال نمی شود.